و اعلام می‌شود که دسته‌های منتخب تاجیکستان و فیلیپین رو استقبال می‌گیریم. یک جا با هم می‌بینیم و البته که در آغاز این گزارش پیش از همه سرودهای ملی کشورهای تاجیکستان و فیلیپین صدا خواهند داد. امروز فوتبالبازان تاجیک با لباس‌های سفید بازی میکنند که این تا یک اندازه نشانه خوب هم هست و اصلا بازی‌هایی که تیم ملی ما در میدان خود برگزار میکند با لباس‌های سفید وارد میدان میشود و فیلیپینی‌ها باشند با لباس‌های کبود هنرنمایی خواهند کرد و دستبند کاپیتانی با نیم محافظتگر تیم منتخبمون پرویز جان عمرباев که عضو دسته لوکوموتیو پلوودیو بلغارستان است داده شده است و امروز او در میدان همچون بازیگر اساسی خواهد بود. تاجیکستانی آزادی من و اینک بازی حساس تیم ملی فوتبال کشورمان در مقابل دسته یک فیلیپین. همه چیز آماده است برای شروع بازی. یادآور می‌شویم که در بازی امروزه داوران از کشور ژاپن هستند. صدای اشتراک داور مرکز هیروکی کاساهارا بلند گردید و بازی را دسته‌ها از مرکز میدان اکنون شروع کردند. در آغاز رقابت با منتخب تاجیکستان قرار می‌خواهیم و پیگیری می‌کنیم دیدار منتخب تاجیکستان را بر مقابل فیلیپین. حالا اولین ارسال توپ جانب جریمه‌گاه منتخب تاجیکستان بود و حالا پرویز جان عمرباев در نزد توپ و قامت بلندان منتخب تاجیکستان زلک در جریمه‌گاه رقیب قرار دارند. پس به تبریز امکان ادامه بخشیدن حمله است. پرویز جان عمرباев پرتاب‌های دقیق دارد. ارسال او به داخل جریمه‌گاه دروازه‌بان توپ را از دست داد. حالا حمله بازیگران تیم مهمان بیا توجه میکنیم با این فرصت وضعیت تا یک اندازه ناگوار و تو با پای بازیگری ما رسید. رستم یکیموف امانتدار اساسی تیم منتخبی ما توانست در این لحظه حرکت خیلی خوب انجام بدهد و توپ را از کنج دروازه داشته. خب همان قدر مهم است. آنها نیز برای رفتن به جام آسیا تمامی تلاش خود را خواهند کرد. به همین خاطر بازی برای منتخب تاجیکستان آسان نخواهد بود. ارسال پرویز جان عمرباев به خط حمله بود در این وضعیت، اما شریدین هم در کنار بود و هم ارسال اندک با سرعت‌تر بود و اولین شده دروازه‌بان به توپ رسید در این حالت. خب فیلیپین هم اصلا یک مرتبه در جام آسیا اشتراک کرده از سال 2019. حالا بیا توجه میکنیم به حمله بازیگران تیم فیلیپین و خوشبختانه این چیز برطرف میشود. باید یک امکانیت دیگر رو هم صرف نظر کنند و بسیار حالت بود که بازیگران فیلیپین میتوانستند از اون خیلی خوب استفاده ببرند و اخیراً هم ضربه مانوئل اوت اجرا شد. یکی بودن برای بازی کردن برای تیم منتخب تاجیکستان. اونها را من دعوت کردم. علی شکورو حالا پس با شیروانی ماباچف ادامه حمله بازیگران کشورمون رو می‌بینیم. تو همین لحظه ها یگان وضعیت خطرناک فوتبالبازان ما به میان آوردند. دقیقه 15 مملکت نزدیک شده است. شیروانی ماباچف پس انجام می‌شود با احسان. حالا فرصت شریدین بابوев پس به کنار چپ و ارسال توپ نزد دروازه و ضربه کنجی. بسیار یک حمله خوب هم دیگه فهمی بسیار عالی بود. اکنون این اولین حالت بود که ما آن را انتظار بودیم. 15 دقیقه انتظار شدیم و بازیگران ما شروع کردند بازی در کاری را نشان دادن رو و مخصوصا اینجا سرفل هنرنمایی خوبی علیشیر شکوروف توپگیری و همچون یک نیم حمایتگری تکیه‌گویی بعداً پاس دادن به شیروانی ماباچف و در یک دیگر فهمی بلندی شیروانی و احسان پنجشنبه در این وضعیت ادامه این هجوم رو به قول بمیان آوردند. میکنیم بیننده عزیز ضربه کنجی دوم برای دسته یکچینی ما. بازم دفاعگران مرکزی آمدن برای زدن ضربه. ارسال به جریمه‌گاه شریدین نه شیروانی بود و با ضربه او را دفاعگر با قفس سینه‌اش بارگردون و بسیار عجیب بود که شیروانی از میان چند نفر گریخت و موقع پیدا کرد برای اجرای ضربه، اما ضربهش طور میبینیم با محافظتگری دسته یکچینی فیلیپین رسید و سمت دیگر رفت. ضربه کنجی سوم. حالا پرتاب عمرباев و باز هم فوتبالبازان فیلیپین این وضعیت رو برطرف میتونند و باز هم ضربه کنجی است. ولی این بار چندان پرتاب خوب نبود، ولی به هر حال اینش خوب است که دوباره ضربه کنجی به میان آمد و توجه میکنیم به این حالت. اکنون احسان از کنج میدان با عهده میگیرد اجرای ضربه کنجی رو و شماره مخلصان بیشتر شده است. این برای منتخب ما به نهایت مهم و خوب است. ارسال پنجشنبه، ارسال بلندی و به داخل جریمه‌گاه و توپ در دست دروازه‌بان. حالا ادامه حمله بازیگران فیلیپین پرتاب به جریمه‌گاه و اینجا باز یک خطای محافظتگران ما، ضربه و گل.
و این خطا از خط محافظه شروع شد. بله و بازیگران فیلیپین در دقیقه 19 رقابت دروازه ما رو رخ نکردند. بسیار تا یک اندازه جای تاسف است. صحنه تکرار را ما انتظار میشویم که آنجا زویر جورابویف بود یا صادق جان قربانوف. با احتمال زیاد صادق جان قربانوف بود که تلاش کرد اما به توپ نرسید. و بالاتر هم اشاره کردیم که این دفاعگر حالا در این موسم یگان بازی در هیئت دسته استقلال نگذرانده است و نه در هیئت اساسی نه در هیئت احتیاطی، عموما نه از هیئت احتیاطی حتی به میدان برآمده بود و در دقیقه‌های اول در هیئت اساسی منتخب تاجیکستان قرار گرفتن. یا ببینید که چگونه برای ما نشان میدهد کم تجربگی او رو در این زمینه. خب توجه میکنیم خود بازیگران دسته فیلیپین و مخصوصا همون بازیگری که ما بالاتر اشاره کردیم تو با منچر سفارف رسیده وارد دروازه شد، این رافائل اوورمایر است. همون بازیگری که اولین بار با تیم منتخب فیلیپین دعوت شد و اولین بازی خود رو برگزار کرد و در اولین بازیش گل میزند به دروازه ما. خب هیچ باکی نیست، باید بازیگران ما بازی خوبی خود رو نشان دهند که هیروکی کاساهارا رو میبینیم. عمر بایف پرتو با جریمه‌گاه دسته فیلیپین اولین شدن. فوتبالبازان مهمون این وضعیت رو برطرف کردند. حالا حمله نوبتی از کنار میدان، بازم یک موقعیت خیلی عالی برای فوتبالبازان ما، اما تو با زویر جورابویف میرسد و برمیگردد. دلر بسیار خوب حرکت کرد این بار دلر شریپوف و ضربه نوبتی جانب جریمه‌گاه. مبارزه خود دلر توپ را گرفتن نتوانست. بغیر از همان یک ضربه کنجی که آنها در آغاز قسم اول داشتند، دیگر یگان بار در نیمه میدان ما چنین وضعیت‌ها عموما حالت‌های استانداردی به میان نآمده بود. وقت ما بیاد ببینیم که دفاعگران منتخب تاجیکستان عموما هیئت منتخب تاجیکستان برای برطرف کردن چنین حالت‌ها اگر رقیب موفق شود برای درست اجرا کردن آن چه آمادگی دیدن. بله سامیتیموف یک نفر را باعث دیوار دفاعی در پیش توپ میگذارد. بسیار به جریمه‌گاه. وضعیت خفناک است در نزد دروازه ما، ولی پرویزجان عمربویف پرتوپ خیلی هم بلند. حالا توپ در اختیار بازیگران ما، فرصت هست برای ادامه دادن حمله. بیاید متوجه میشویم داور ژاپنی به این حالت متوجه نشد. بیننده عزیز و باز هم توپ را با این فوتبالبازان ما امکانیت بسیار خوب هم هست. شریدین بابویف ضربه او حساب 1-1 میشود در دقیقه 40 رقابت و ضربه زده شریدین بابویف در این حالت منتخب تاجیکستان را به بازی برگرداند. اولین ضربه راستی دسته یکچنی فوتبال کشورمان است دوستان عزیز و اون هم در دقیقه 41 رقابت. دومین ضربه بله شروانی ماماچوف با سر بعد از یک ضربه کنجی ضربه رو زد دفاعگر آن را راست نبود. ضربه راست بود. ضربه راست مثلا اگر دروازه‌بان برگرداند بعدا حسابیده میشود. ولی در عموم بله اولین ضربه راست. به هر حال مهم نیست اینکه اولین است یا دومین، مهم این است که اولین گل ما در این رقابت زده می شود و موقع منتخب تاجیکستان در جدول گروه برقرار می شود. بیا توجه میکنیم با همین بازیگزاری اصلا ما گفتیم که داور به این چیز متوجه نشد و بازیگران فیلیپین از مهارت بلند خود کار گرفتن و از همه کاری اساسی رو علیشر شکوروف انجام داد. بعداً توپ را با پرویزجان عمربویف ضربه شریدین بابویف و رسیش با پای بازیگر دسته فیلیپین نقش بسیار کلان داشت و در حوزه‌بانی دسته فیلیپین هم خطا کرد در این گونه وضعیت. اصلا هر دو گلی که حالا در بازی امروز به خرج گرفته شدند با علت همین رسیش ها وارد دروازه شدند، ولی این بسیار یک گل ارزشمند بود برای دسته یکچنی فوتبال تاجیکستان. دوستان ضربه کنجی نوبتی که ششمین ضربه کنجی است برای تیم ما با چه انجام می‌یابد. باز هم در نزد توپ کاپیتان دستم پرویزجان عمربویف است، عضو دسته لوکوموتیو پلووی بولواریا. حالت بسیار مهم برای منتخب تاجیکستان. عمربویف سوریو و امکانیت هست برای بازیگران ما. داور شاید اونجا اشاره هم میکرد برای تعیین کردن ضربه جریمه‌ای. مبارزه فوتبالبازان ما ادامه دارد. دلیر شریپوف بله
زهیر جورابویف در اون وضعیت بسیار خوب بازی کرد. اینجا هم مبارزه می‌برد برای گرفتن توپ. و حالا اکنون عکس العمل منتخب فیلیپین شاید آغاز می‌گردد. نه ببینید احسان پنجشنبه چگونه برگشت به مرکز. در گرفتن توپ فوتبالبازان ما بسیار مهارتی بلند نشان دادن. اونجا باید مهارتی بازیگری دسته حریف اندره لیپل رو هم خوب بها دهیم که او هم در مقابل بازیگران ما خیلی عالی هنرنمایی کرد. ولی در عموم فشار بازیگران ما بسیار خوب هم بود در نزد جریمه‌گاه دسته حریف. خب در قسم اول ما دیدیم که بعضن وقت در میانه میدان خولگی گذاشتن یا امکان دادن به حریف باعث به گل آورده رسانید. از همین خاطر در قسم دوم نباید فوتبالبازان ما در مرکز میدان امکانیت دهند به فوتبالبازان دسته حریف. حالا حمله نوبتی بازیگران ما از کنار راست میدان پرتاب انجام باید داده شود. بیا توجه میکنه به شریدین بابایف. پسیو احسان حرکت داخل جریمه‌گاه امکانیت است. ارسال بسیار بلند و برخوردی تو با کنج بالایی دروازه. خیلی امکانیتی خوب بود. بازیگزاری خوب احسان پنجشنبه و شریدین بابایف. بیا توجه میکنیم به همین لحظه تکرار تماشاگران عزیز مهارت بلندی احسان پنجشنبه ولی اندک پرتاب انجام داده او دقیق نبود با اون بازیگرانی که در داخل جریمه‌گاه قرار داشتند و این همون ضربه کنجی که بود از سوی بازیگران دسته ما و ببینید که با پای بازیگری دسته فیلیپین با بود. بله با فوتبالبازی ما رسیده. دلیل شریفوف عوض می شود و با جای امیر بک جورابویف با میدان میآید و علیشر شکوروف که محمد جان رحیموف اصلا در موقع دلیل شریفوف محمد جان رحیموف بازی میکنن در موقع شکوروف امیر بک جورابویف. تغییرات وابسته به موقع. بله این یگان تغییرات مثلا تاکتیکی یا چیز دیگر نیست. فقط اینکه همین موقع ها را سرمربی میخواهد بازیش بهتر شود. محمد جان رحیموف با هنرنمایی خوب. حالا این سه بازیگری اخیری که ما مبارک کردیم یک گلی زده بودن در حقیقت اساسی تیم ملی هستند. شریدین الکی گل زد. شروانی اوسب گرفت از موزه گرفته شد. حالا شریدین بابایف پاسی او به کنار محمد جان رحیموف کنترل توپ در اجرای او گذشت در کنار حرکت رو ادامه میدهد محمد جان رحیموف و ضربه کنجی. بله اینجا ضربه کنجی میآورد محمد جان رحیموف میتوانست زود پرتاب انجام دهد با جریمه‌گاه ولی محافظتگری دسته فیلیپین هم امکان نداد اجازه نداد با محمد جان رحیموف ببینید با حرکت های محمد جان رحیموف و اون میخواست یک قدم دیگر به پیش گذارد و هم دسته های خود رو انتظار بود که آماده هستند یا نه. احسان پنجشنبه پرتابی او را از کنار چپ میدان با جریمه‌گاه دسته فیلیپین میبینیم. احسان ارسال به جریمه‌گاه امکانیت برای بازیگران ما. شریدین فرصتی بود سر ضربه زدن داشت اما به هر حال با او خبر رسانیدند. حالا احسان پنجشنبه پس باقی تبریز اسلاموف پرتابی بسیار بلند و مبارزه در داخل جریمه‌گاه رقیب و توپ در میدان باقی مانده است. فقط تنها 5 ضربه کنجی داشته بود ولی از یگان ضربه کنجی حالا بازیگران ما خوب استفاده نبردند. اما یک حالت بود شروانی و بچوف داشت در قسم اول. ولی به هر حال بعد از ضربه‌های کنجی رقیب فشار بسیار بلند را سرش بازیگران ما احساس می‌کند. این هم قسم از برتری منتخب تاجیکستان را می‌تواند تامین نماید. خب پرویزیون عمربایف بالا در جریمه‌گاه خواهیم نخواهیم صادق جان قربانوف و زهیر جورابویف میآیند. هشتمین ضربه کنجی بازیگران ما. پرتاب از کنج میدان امکانیت برای بازیگران ما داده نمی‌شود در این وضعیت و طبیعی است این حالت را برطرف کرد. حمله تاجیکستان ادامه می‌یابد. اول به نفع بازیگران ما. حالا در همین لحظه ها پرچم‌های کشورمان حالا حمله بازیگران فیلیپین در همین لحظه ها ضربه از مسافه دور و توپ به صادق جان قربانوف برخورد بسیار خوب اینجا و این حالت را برطرف کرد. امکانیت باید ندهند بازیگران ما. ضربه نوبتی و توپ در دست رستمی حکیموف است. بله خیلی عالی بازی میکنه دروازه‌بان ما و بسیار خفناک بود و ببینید که حتی توپ به یکی از بازیگر ما هم رسید. در این لحظه باید کارگردان حالت‌های تکرار رو برای ما و شما پیشکش کند. کارگردان بازی امروزه نیز در برابر بازیگران اشتباه‌های کم نداشت. صحنه تکرار رو می‌بینیم. همون ضربه اول بسیار خوب بود. همین حمله دسته فیلیپین اشاره می‌کنند که تو به دست او برخورد است و امیر بک جورابویف با سر توپ را زده از میدان بیرون نمودیم با تو رفت حالت خفناک‌تر می‌شود. کارت زرد با کاپیتان دسته فیلیپین این به خاطر اعتراض بود و اعتراض کرد که تو به دست بازیگری ما رسیده شد. بله به دست علی جون کرامت لوزاده
چنین به نظر رسید که او هم با بدن هم با دست در آن حالت بازی کرد، ولی خب اون حالت از نزدیک به ما نشان داده نشد. ضربه کنجی به فایده منتخب فیلیپین است. امانی کارت زرد گرفت. ارسال به جریمه‌گاه، باید رستم به گل در بله رستم یتیموف این وضعیت رو برطرف میکند. بیننده عزیز حالا باید در برطرف کردن این حمله فوتبالبازان ما باید از خط حمایت بیرون آیندکن. زیکو بیلی خیلی عالی بازی میکند. فرصتی بسیار خوب است که بازیگران ما حمله جوابی انجام دهند. در هوا هم علی جان کرامت‌الله بسیار عالی بازی میکند. جوراباyev او پس به کنار امکانیت است برای ادامه بخشیدن حمله. رستم سویرف پس او به امیربک جوراباyev امکانیت برای بازیگران ما. شماره زیادی فوتبالبازان در خط حمله بودند. باید زود به خفا برگردند. امیربک جوراباyev بله باید گفت که سرعت پاس دارد و این سرعت پاس او در چنین وضعیت‌ها البته در عکس هجوم برایش اندک مانع می‌شود. پس رستم سویرف خوب بود اما سرعت امیربک اینجا برای او حالتی را پیش آورد که به توپ رسیدن نتوانست. خود بازی در مرکز ویران گردید و این بهانه خوب است برای یک نفس تازه گرفتن و برگشتن به عقب. 2 دقیقه دیگر دوستان عزیز، 2 دقیقه بسیار هم مهم. ارسال نوبتی زیکو بیلی جانب جریمه‌گاه منتخب تاجیکستان. امیربک به کار نیست، حرکت کن و توپ عقب‌تر روان کرده می‌شود. اکنون بازیگر رقم 11 رندی شنیدر حالا هم دستای خود را می‌جوید. پس به کنار چپ ارسال توپ به جریمه‌گاه منتخب تاجیکستان از نو اولین شده علی جان کرامت‌الله به توپ رسید در این وضعیت. ولی حرکت امیربک جوراباyev هم هیچ امکانیت ناورد برای بازیگران ما. منوچهر سفر این بار با یک ضربه توپ را زده از میدان بیرون می‌کند و باز هم اوت. با فایده بیشتر از یک دقیقه دیگر تا انجام وقت اضافه کرده دوباره باقی مانده است. فوتبالبازان ما خیلی خسته شدند، این معلوم است، اما باید که یک دقیقه دیگر صبر کنند. بله احسان آفرین احسن. احسان ببیند که لحظه را حتی خیلی خوب با یک احساساتی بلند جانب مخلصان اشاره میکند. زیکو بیلی یتیموف آفرین واقعا هم احسن و دروازه‌بان دسته یکچی نماند. زود پرتاب رستم یتیموف امکانیت برای بازیگران ما. منتخب تاجیکستان رستم سویرف پس او نه پس میدهد چیکار میکند رستم پس او دیر کرد. بله به هر حال این خوب است، این خوب است، باید برگردن به موقع خود بازیگران تاجیک و ثانیه‌های به شمار باقی مانده است. دوستان عزیز جانب جریمه‌گاه منتخب تاجیکستان زاده جان قربان بسیار عالی هنر می‌کنند. مخلصان فوتبال تاجیک او را میبخشند. محمد جان رحیم توپ را اداره کردن نتوانست ولی افساید نبود به نظرم. حالا چند ثانیه دیگر باقی مانده است دوستان عزیز. افساید نبود. چگونه داور این لحظه را افساید گفت؟ نه گپ درباره افساید نیست. اینجا محمد جان توپ را اداره کردن نتوانست. بله ارسال دیگر به جریمه‌گاه. 10 ثانیه دیگر وقت است. بازیگران باید که این حالت را به اشتباه سر کنند. امیربک توپ را از دست داد. سفر صداشتگی داور را انتظار هستیم. 4 دقیقه با انجام رسید. صداشتگی داور از انجام این رقابت درک می‌دهد و تیم منتخب تاجیکستان و جام آسیا 2027 راه می‌یابد. و دوستان عزیز مبارک باشد. ببینید که در همین دوره در همین شب و روز که تاجیکستان واقعا هم نوروز دارد، مخلصان و هواداران فوتبال از پیروزی از موفقیت فوتبالبازان تیم منتخب تاجیکستان هم شاد و خوشحال میشوند. جشن بالای جشن است دوستان ارجمند. تیم ملی تاجیکستان توانست که بار دوم در تاریخ خود پای هم با مرحله نهایی جام آسیا راه نتیجه بنهایت بلند است برای فوتبال تاجیک. بار دوم پای در پای روخت گرفتن با جام آسیا با آنجایی که بهترین های قاره آنجا بازی میکنند. بله بازی ضعیف، بازی سست از یادها دور می شود. تنها نتیجه باقی میماند. نتیجه آن است که تیم منتخب تاجیکستان با 14 امتیاز صدرنشین گروهی A شد و راحت را به جام آسیا 2027 به دست آورد. احسن به تمام بازیگران که امروز واقعا مسئولیت را بیشتر احساس کردند. نمیدونم از چی باشد رستم یتیموف زود میدان را ترک میکند و از البته میدان به اتاق لباس عوض‌کنی میرود. اما دوستان ارجمند من این غلبه را البته این مساوی است ولی بالاتر از غلبه برای یکیموف تبریک میگم. بله این موفقیت است، این نتیجه خوب است و من تبریک میگم این غلبه رو عموما این نتیجه رو با یک شما با تمام مخلصان فوتبال تاجیک با تمام مردمی که حتی فوتبال رو مخلصی نمیکنند ولی امروز به خاطر پرچم بالای تاجیکستان آنها نیز غرورشان بالا گرفته است، آنها نیز
ватандӯстии худро бори дигар дар ин ҳолат зиндатар мекунанд. табрик мегӯям ба ҳамаи онҳо ва мо акнун интизор мешавем ҷоми осиёро. бале як соли дигар вақт аст, як соли албатта омодагӣ, як соли тайёрӣ барои тими мунтахаби футболи тоҷикистон ва умед дорем ки ситоди мураббиён бо роҳбари Горан Стефановичи сербӣ тими мунтахаби тоҷикистонро дар сатҳи баланд омода мекунанд ва вориди рақобатҳои ҷоми Осиё мешаванд. Тоҷикистон ҳамеша парчамаш парфишон бошад, ҳамеша футболбозонаш дар сатҳи баланд тоҷикистонро муаррифӣ кунанд. мо бовар дорем ки мисли ҷоми Осиёи қаблӣ тими мо ба натиҷаҳои баланд ноил мешавад. ва мо акнун дар ин миён умедвор мешавем ки роҳбарияти федератсияи футболи тоҷикистон, сармураббӣ, мураббиён умуман ҳайати мунтахабро хуб омода мекунад. шояд чанд бозигари нав даъват мешавад, шояд чанд тағйирот ва тақрибан бештар аз як соли дигар ҳоло фурсат ҳаст барои баргузории ҷоми Осиё. инҷо бошад мо гузориши мустақими хешро ба анҷом мерасонем. бале дӯстони азиз, як голи Шеридин Бобоев дар дақиқаи 41-уми рақобат ба тими мунтахаби мо натиҷаи хуб овард ва дастаи мо акнун рохат гирифт ба ҷоми Осиё. дӯстони азиз, ҳоло навбатро ба ҳамкоронамон медиҳем, Парвизи Маҳмадамин ва ҳамчунин коршиноси футбол Шӯрат Ҷабборов ки дар студия ин бозиро ба риштаи таҳлил мекашанд ва мо шумо воқеан ҳамин шоб хушҳол хоҳем буд, хушҳол хоҳем шуд аз чунин муваффақият, аз чунин пирӯзӣ ва аз чунин натиҷаи хуби дастаи якчанини футболи кишварамон. ташаккур мегӯем ба кӯли онҳо.